سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. من مجید توکلی با دومین قسمت از وایبکست در خدمت تو دوست عزیزم هستم. روزای بد میاد پشت سر هم، ولی من فکر و هدف و گسترده تر امید دارم و پشتبندشم، صبر و تلاشه از صبح تا شب، نیازی نی پشتم باشم. آدمای منفی که پخشن تو شهر میگن که گشتم نبود، قرار میخسته گشتم بشم. هرچند که من روزای بدتر دیدم، خستم بیشک، ولی میدونم که بعدم میگم خوب کاری کردم. تا تش میرم پام دیگه بی حسه، خب نمیشه که بی غصه. من همون کلاغم که آخر قصه به خونش میرسه. خب بریم سراغ ادامه زندگی استیو جابز و ببینیم که چی گذشته به این نابغه. و من احساس میکنم که از این قسمت قراره که جذاب و جذابتر بشه. الان میخوایم در مورد استیو وازنیاک صحبت کنیم و اینکه اصلا چجوری شد که استیو جابز با استیو وازنیاک آشنا میشه و چجوری اصلا همکاریاشون شکل میگیره. خب این که هر دوتاشون هم استیون واقعا به نظرم خیلی چیز جالبیه. خب ببین، استیو وازنیاک 5 سال از خود استیو جابز بزرگتر بوده و یکی از خفن‌ترین آدم‌ها در عرصه الکترونیک بوده. بسیار بسیار آدم چیره دستی بوده، بسیار حرفه‌ای بوده و خب توی اپیزود قبلی هم گفته بودیم دیگه که استیو جابز هم به کار الکترونیک کشیده شده بوده. و حالا جالب اینجاست که هر دوی این دو استیو که داریم در موردشون صحبت میکنیم بسیار تحت تاثیر پدرای خودشون بودن از این نظر، از نظر اینکه به الکترونیک علاقه‌مند بشن و خیلی از کارها رو پدراشون توی این زمینه به اینا یاد دادن. و خب وازنیاک هم همینطور بوده، تحت تاثیر پدرش بوده و اون موقع جزء شاگردای خیلی باهوش مدرسه و دانشگاه خودش بوده، فارغ التحصیل دانشگاه کلتک بوده و اون موقع هم یه دوره‌ای بوده که کلاً مهندسی و خیلی بزرگ میدونستن، مثلا چند سال پیش ایران، 10 سال 20 سال پیش ایران که درس خوندن خیلی اهمیت داشت. اون موقع هم یه جوری بوده که تو اروپا خیلی این درس خوندن و این چیزا اهمیت داشته و وازنیاک جزء شاگردای برتر بوده همیشه. حالا نکته جالبی که هست اینه که وازنیاک علاوه بر این که توی کار الکترونیک تاثیر از پدرش دیده، از نظر اخلاقی هم خیلی تحت تاثیر پدرش بوده. مثلا میگه که من تا امروز هرگز دروغ نگفتم. خیلی برای من جالبه. و میگه پدرم به صداقت اعتقاد داشت و از من میخواست که هیچ وقت دروغ نگم. حالا یه نکته جالبی که الان به ذهنم رسیده که بگم اینه که ببین مثلا ما میایم این تاریخ رو وقتی میخونیم، تاریخ تکنولوژی رو، میگیم خب استیو وازنیاک و استیو جابز چقدر نقش داشتن و دنیا رو عوض کردن. اما وقتی میای زوم میکنی تو زندگی اینا میبینی که خب اینا چقدر تحت تاثیر پدرانشون بودن. نمیدونم چقدر به این موضوع عمیق فکر کردی تا حالا، ولی فکرشو بکن که مثلا اون پدر این کار رو در حق بچهش نمی کرد، نمی اومد بهش الکترونیکی یاد بده یا تشویقش نمی کرد، مثل پدر استیو جابز که کلی هواشو داشته. البته خب بنده خدا پدر اصلیشو نمیگیم، ولی خب همون پدری که به فرزند خونگی قبولش کرده، فرزند خواندگی میگم، فرزند خونگی، خیلی جالب. اینا خب خیلی تاثیر مثبت داشتن. حالا نکته جالبی که به نظرم خیلی جای فکر داره میدونی چیه؟ اینه که اون کاری که پدره در حق بچهش کرده رو اگه تو حذف کنی، مثلا تو فکر کن که آقا پدر وازنیاک، فکر کن یه آدم درانکمنی بوده، همش مشروب میخورده، میرفته دراگ میزده، صبح تا شب پلاس بوده این ور اون ور، برای خودش کاری نداشته مثلا با زن و بچهش. اون موقع چه اتفاقی میتونست بیفته؟ اون موقع دنیا این چیزی که من و تو الان داریم تجربه میکنیم نبود، میتونست واقعا نباشه.
یعنی میخوام بهت بگم اصلا چقدر خوبی کردن ما آدما به همدیگه میتونه تأثیرات گسترده‌ای داشته باشه که حتی خودمون فکرشو نمی کنیم. یعنی یه جا اون بچهه از تو یه چیزی رو میفهمه و تو زندگیش پیاده میکنه و تو شاید خودت هم متوجه نباشی که زندگی اون بچه رو تغییر دادی که هیچ، تو دنیا رو عوض کردی. یعنی ما اگه بخوایم فلش بک بزنیم به زندگی این دوتا نابغه میفهمیم که پدراشون بودن که اون مهره اصلیه بودن، نه اینکه حالا بدون پدر اینجوری نشه، قطعا میشه، ولی خب چیزی که خودشون گفتن و تاکید کردن این بوده که خیلی تحت تاثیر پدرانشون بودن و قطعا خب خیلی ساده تره تا کسی که مثلا یه پدری داشته باشه که اصلا ساپورتش نباشه. اتفاقا حالا اینو گفتم من یه پرانتز باز کنم، یه چیزی یادم افتاد. اولا اینو بگم که توی وایبکست ما قرار نیست همش فقط داستان زندگی مثلا استیو جابز و مثلا 10 اپیزود پشت سر هم بگیم. خب اپیزودا ممکنه که متنوع باشن، یعنی اگه دیدی مثلا من اپیزود بعدی در مورد مثلا جان کارمک اومدم صحبت کردم، اصلا تعجب نکن و قرار نیست که ما یک کله در مورد یه آدم فقط صحبت کنیم. و حالا چرا این حرفو زدم؟ به خاطر اینکه اتفاقا حالا در مورد پدر اینجوری که داشتم صحبت میکردم، ما همچین پدری هم داشتیم. یعنی من داستان مثلا جان کارمک رو براتون تعریف کنم، اون کسی بوده که خب نسبت به استیو جابز از نظر ساپورت خانوادگی یه ذره بنده خدا تعطیل تر بوده و پدرش اصلا یه رفتارای عجیب غریبی باهاش داشته. میگم من قسمت قبلم گفتم دیگه که ما از دور قضیه رو نگاه میکنیم میبینیم به آمریکا و دیگه اینا که تو آمریکا به دنیا آمدن چی دیگه، الان خانواده ها همه ساپورت کامل، اینا هم دیگه راحت به هر جایی میخواستن رسیدن. معمولا عامه مردم همچین فکری میکنن، ولی فقط مثلا جان کارمک رو در این حد بهتون بگم که میرفته پای دستگاه آرکید که بخواد نیم ساعت بازیش کنه، باباش انقدر بهش کتک میزده و چک و لگدیش میکرده که بنده خدا تا 2 هفته نمیتونه از خونه بیاد بیرون. اینجوری بوده واقعا قضیه. و حالا مثلا خواستم بگم که اینجوریش هم داریم و اینجوریش هم شده. یعنی حرف من حالا اینجوری برداشت نکنید که بگیم که اوکی چون باباهایی که مثلا هیرو هستن 100% ما مثلا نیاز به پدرای قهرمان داریم تا بتونیم خودمون قهرمان شیم. نه، طبیعتا اینجوری نمیشه مطلق گفت. اما خب از اون طرف هم نقش یک پدر قهرمان و یک پدر هیرو هم واقعا نمیشه ندید گرفت. خب بریم سراغ داستان وازنیاک و ادامهش بدیم. وازنیاک نکته جالبی که در موردش وجود داره و منو بیشتر یاد گیم همسایه جهنمی میندازه اینه که خیلی آدم شیطونی بوده از نظر این که در واقع از نظر چیزایی که اختراع میکرده، نه اینکه خودش شیطون باشه، نه، خودش خیلی به شدت آدم خجالتی بوده و از این آدم بوده که میشسته یه گوشه کارشو ساکت انجام میداده، ولی خب اون کار فوق‌العاده بوده و حتی خودش هم نمیدونسته که چه کار فوق‌العاده‌ای داره انجام میده. و کارهایی که میکرده، یعنی اون چیزایی که اختراع میکرده خیلی جالبه. اصلا من یاد همسایه جهنم میافتم به خاطر اینکه اذیت میکرده اینو اونو. مثلا توی قفسه مدرسه یه دستگاه اختراع کرده بوده که اون قفسهایی که بچه‌ها مثلا لباسشون عوض میکنن و اینا، این دستگاه اونجا این چیزا بوده که دین 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 مثل مترونوم تون تون صدا میده و اینو کار گذاشته بوده تو قفسه مدرسه. زمانی که بچه‌ها باز میکردن در قفسه رو این صدا میومده و اصلا اونجا همه دیوونه میشدن از شدت این صدا. یا مثلا یه جایی یه پنکه سقفی بوده، یه کاری کرده که هر کس به میله‌هاش دست بزنه برقش بگیره. بابا این چه کاریه آخه؟
و جالب اینجاست که خیلی در واقع سرگرم این چیزا بوده وازنیاک و علاقش این چیزا بوده. یعنی توی سن 17 سالگی که اکثر جوانای 17 ساله خب دنبال چیزای دیگن، سرگرمی دیگن، وازنیاک براش این الکترونیک اول آخر همه چی بوده و صبح تا شب فقط داشته به ایده هاش فکر میکرده و در واقع به کارهایی که میتونه انجام بده فکر میکرده. و اینکه تا اینکه با یه آدمی وازنیاک با یه آدمی وازنیاک آشنا میشه به اسم آقای فرناندز. فرناندز کارای وازنیاک رو میبینه، حال میکنه و میگه من پایم که بیام مثلا رو تو سرمایه گذاری کنم، تو اون چیزایی که تو ذهنت داری. وازنیاک اون موقع یه کامپیوتر طراحی کرده بوده رو کاغذ، این به خاطر اون کارهای خفنی که واز کرده بهش اعتماد میکنه، میگه من سرمایه گذاری میکنم تو مثلا اینا رو بساز. بعد از اینکه این براش میسازه و اینا با هم رفیق میشن و اینا، بعد فرناندز به وازنیاک میگه که تو یکی رو باید ملاقات کنی، باید ببینیش، اسمش استیو، اونم عین تو علاقه داره به این وسایل الکترونیکی و یه تبحر خاصی توی اختراع کردن این چیزا داره. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی فکر کنم گفتم که استیو جابز هم یه دستگاه فرکانس چیز کرده بود، عینایی که فرکانس رو میگیره و نشون میده و اینا، یه همچین چیزی اختراع کرده بود. کلا دوتاشون دیوونه الکترونیک بودن. و خب نکته جالب، ببین دوباره ما اینجا به یه باترفلای عجیب و غریب میرسیم. من خیلی این اثرهای پروانه‌ای و واقعا خیلی بهش فکر میکنم و خیلی برام عجیب و لذت بخشه زمانی که عمیق میشم توش. فرناندز به واز میگه که خب تو باید شخصی به اسم استیو ببینی، استیو میشناخت قبل، اونم مثل تو علاقه داره به الکترونیک و این چیزا. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که همینجوری اینو با هم آشنا شدن. یعنی اگه اون فرناندزه اصلا این به فکرش خطور نمی کرد یا مثلا با خودش میگفت حالا که چی من این دوتا رو با هم آشنا کنم، مثل همین ایرانی بازی که خیلی هم ماها داریم که مثلا دو نفر رو میخوایم با هم آشنا، من برم اینو با اون آشنا کنم، این لینک منه، این مسائل پیش پا افتاده مسخره‌ای که هنوز ما درگیرش هستیم. اگه همچین فکرهایی میخواست به ذهنش برسه، ما الان توی دنیای دیگه ای زندگی میکردیم. خیلی برای من عجیبه وقتی به این فکر میکنم. ولی نه، فرناندز اون خصاصتشو کنار میذاره، شاید هم مثلا نداشته، نمیدونم، فکر نمیکنم مثل ما به این چیزای الکی فکر کنه و این دوتا رو با همدیگه آشنا میکنه. بنابراین واز و استیو قرار میذارن همدیگه رو میبینن. نکته جالبی که هست اینه که خب واز یه آدمی بوده که فقط کار میکرده و براش راحت نبوده که در مورد کارهایی که میکنه واسه بقیه توضیح بده، مثلا اینکه من دارم چی کارم، چون همش فکر میکنه خب بقیه که درک نمیکنن مثلا برای چی توضیح بده. ولی زمانی که با استیو صحبت میکنه، استیو سریع مطلب رو میگیره، میفهمه که وازنیاک داره چی کار میکنه. اینا خیلی زود میفهمن که ما چه خوب داریم همدیگه رو درک میکنیم، هرچی من میگم استیو میفهمه، هرچی استیو میگه من میفهمم. یه جورایی اینا خودشون هم متوجه میشن که چقدر ما با هم فرکانسیم، چقدر خوب داریم همدیگه رو پوشش میدیم و به خاطر همین خیلی زود اینا به همدیگه اعتماد میکنن. و جالب اینجاست که توی اون دوران هابی اینا یا همون سرگرمی که بوده موسیقی بوده. استیو و واز دوتاشون عاشق موسیقی بودن و بتهوون و موزارت خیلی گوش میدادن و باهاش یه جورایی زندگی میکردن. اینجوری بوده که اینا با هم دیگه آشنا میشن، دوست و رفیق میشن، تازه علاقه شون هم که یکیه، جفتشون هم موسیقیه، هی با هم دیگه صمیمی و صمیمیتر میشن تا اینکه میرسن به قضیه جعبه آبی.
بلو باکس که یکی از معروف ترین اختراعات وزنیاک و خب استیو. یعنی میشه گفت بلو باکس آغاز همه چی بوده. یعنی یک کاری بوده که یعنی خود وازنیاک میگه اگه بلو باکس نبود اصلا اپلی نبود. چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه اینا زمانی که دوست میشن با هم صمیمی میشن این اولین همکاریشون بوده. یعنی یک جرقه‌ای بوده که توی ذهنشون زده میشه و اولین باری بوده که یه کاری انجام میدن با تخصص وازنیاک و با بصیرت استیو جابز برای اینکه محصول رو بتونن بفروشن. این اولین همکاریشون بوده و جرقه این بوده که خب چه باحال ما یه چیزی ساختیم داریم میفروشیم و چه باحال ما میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم. و همین میشه شروع اون مسیری که اینا ادامهش دادن و رسیدن به اپل. حالا بلو باکس چیه؟ قبل از بلو باکس البته یه چیزی بگم. جز اون چیزایی که وازنیاک اختراع می‌کرد و سر به سر بقیه میذاشت، مثلا یه سری دستگاه اختراع کرده که روی تلویزیون پارازیت میندازه. بعد اینو توی خوابگاه دانشگاه خیلی استفاده می‌کرده. جوری بوده که زمانی که بچه‌ها فیلم می‌دیدن این دکمه دستگاه رو میزده پارازیت میافتاده. بعد بچه‌ها بلند میشدن برن مثلا برن به تلویزیونه ببینن که خب این چجوریه، چرا اینجوری خراب شده اینا. تا پا میشدن دوباره این دکمه رو میزده تلویزیونه درست میشده. دوباره یارو میگفت خب درست شد من برم بشم فیلمم، دوباره دکمه رو میزده پارازیت مینداخت. یعنی یه مردم آزاری بوده برای خودش این وازنیاک. و این هم حالا گفتن شاید جالب باشه بگم داخل پرانتز. و اما بریم سراغ جعبه آبی. جعبه آبی ما داریم در مورد سال 1971 الان ما هم دیگه صحبت میکنیم که این اتفاق بزرگ میفته. حدود 51 سال پیش. خیلیه، داریم در مورد 51 سال پیش صحبت میکنیم. ولی خب چقدر خوب که این اتفاق به ما رسیده و ما الان داریم دنیای جالبی از نظر تکنولوژی تجربه میکنیم. یه مجله روی آشپزخونه خونه وازنیاکینا بوده که مادرش گذاشته اونجا و وازنیاک این مجله رو میخونه. مجله در مورد الکترونیک و این چیزا بوده و اینو نوشته بوده که چجوری دزدان کامپیوتری که خب حالا مثلا من بخوام اصطلاح عامیانه‌اش رو بگم میشه این هکرها، کسایی که ما بهشون میگیم هکر و اینجور چیزا، چجوری اینا تونسته بودن که مکالمه های تلفنی راه دور رو که خب مردم بابتش هزینه میدادن طبیعتاً بتونن رایگان کنن با یه سری تریکا و تقلید اصوات. اون سیستم گول بخوره و رایگان حساب کنه. زمانی که وزنیاک اینو میبینه، البته بگم من یه وقتایی میگم وازنیاک یه وقتایی میگم وزنیاک، دوتاش هست توی کتابا و مقاله ها، خیلی فرق نمیکنه. زمانی که میبینه یه جرقه میخوره تو ذهنش، میگه خب اگه اینا این کارو کردن، البته این هکرها این کارو نکرده بودن برای مردم، یعنی یه کاری نکرده بودن که این مثلا عمومی بشه همه استفاده کنن. بعد اینجا وزنیاک این جرقه تو ذهنش میخوره، خب اگه اینا تونستن این کارو کنن پس ما هم میتونیم، ما این دستگاه رو بسازیم و این دستگاه اگه
پابلیک بشه و بتونن مثلا مردم استفاده کنن چقدر میتونه فروش بره. این جرقه توی ذهنش ایجاد میشه و زنگ میزنه به استیو، میگه استیو اینجوریه، این مجله همچین چیزی نوشته و بیا ما این کارو کنیم. همون موقع استیو جابز به قول خودمون پراش میریزه از این ایده و میگه آقا بریم تو کارش. خلاصه هر جوری که بوده اینا این دستگاه رو درست میکنن و حالا یه ذره بخوام بلو باکس رو یکم بازتر کنم که اصلا چی بوده، قضیه از این قرار بوده که با یه سری صداهای خاصی کار میکرده مکالمات تلفنی، یعنی اون شخصی که اون پشت دستگاه بوده اپراتور یه صدای خاصی در میورده که مثلا شما وصل بشی به تماس‌های تلفنی دور، یعنی اینجوری اون دستگاه میفهمیده که خب الان من باید وصل بشم به تماس راه دور و این چیزا. یه تیون‌های خاصی بوده. کاری که استیو وازنیاک کرده توی ساختنش اینه که یه سری وسیله به کار برده که بتونه اون تیون‌ها رو در بیاره، یعنی مشابه اون این صداها ایجاد میشه، در نتیجه اون دستگاه گول میخوره، یعنی در واقع داره تولید فرکانس میکنه مشابه اون چیزایی که اون دستگاه گول بخوره و بعد فکر میکنه خب الان من باید وصل کنم به تماس راه دور و هیچی دیگه، اینجوری مجانی عذاب در میاد. خود وازنیاک حرف جالبی میزنه، میگه اگه به خاطر جعبه آبی نبود هرگز اپل خلق نمیشد، من 100% در این مورد اطمینان دارم. خب این به خاطر اینه که بحث اصلا همکاری استیو جابز و واز اینجوری در واقع شروع شده. حالا در نهایت چی شد؟ در نهایت این که دستگاه رو موفق شدن بسازن و موفق شدن حتی بفروشن و ازش پول در بیارن، اما حالا نه اون قدری که حالا مثلا فکرشو میکردن که میلیاردر بشن و این حرفا یا پولدار بشن، ولی براشون اتفاق خیلی خیلی بزرگی بوده. و حرفی که خودش میزنه وازنیاک، میگه این احساس رو به ما بخشید که میتونیم از مهارت مهندسی من و بصیرت استیو استفاده کنیم برای بقیه کارها. اینم از اتفاق بسیار جالب 51 سال پیش. و اما برسیم به بحث ترک تحصیل نابغه ما استیو جابز. داستان از این قرار بوده که آقا استیو جابز تو کتش نمی رفته که بخواد بره دانشگاه و واقعا دمش گرم، یعنی کاش تو کت ما هم نمی رفت. من نزدیک 7-8 سال دانشگاه درس خوندم تا کارشناسی و واقعا اصلا نمیدونم چی شد، با اینکه حالا رشتم هم کامپیوتر نرم افزار بود و مثلا باید چیزی یاد بدن و این حرفا، اصلا نمیدونم این 8 سال چی شد. یعنی فقط نکته مثبتی که بوده تو این 8 سال زندگی من این بوده که من کار تخصصی خودم رو ول نکردم و تو این 8 سال ادامه دادم، چیزی یاد گرفتم، کارهای مختلف کردم، فقط دلم به این خوشه. وگرنه اون تایمی که دانشگاه از ما گرفت و اون همه پولی که هدر دادیم سر دانشگاه، از همه مهمتر اون همه استرسی که کشیدیم، واقعا هیچی نداشت، خیلی الکی بود، خیلی الکی بود. به نظر من برای آدمی که استعداد داره، نبوغ داره و درون خودش احساس میکنه که خب من میخوام یه همچین آدمی بشم، میخوام کشف کنم، میخوام فلان تخصصم رو کشف کنم، برای همچین آدمی واقعا اشتباهه بره دانشگاه. خیلی راحت میگم واقعا اشتباه. حالا مثلا زمان ما، من الان 10 سال فکر کنم دیگه میگذره دیگه از دوران دانشگاهم. البته نه، چرا میگم 10 سال، خیلی دیگه خودمو دارم پیر میکنم. 10 سال که نیست، 6 سال میشه یا نهایتا 7 سال از دوران دانشگاه من. ببین مثلا 7 سال پیش خب اینجوری نبود وضعیت مملکتمون که ندونیم باید چیکار کنیم. یعنی همیشه بچهای
دودلی داشتن که خب ما چیکار کنیم، بریم سمت تخصص یا بریم مدرکه رو بگیریم. نمیدونستن که از کدوم پول در میاد. ولی الان به نظرم خیلی مشخصه. الان ما هر روز که میگذره اصلا مدرک مسخره تر و بی‌اعتبارتر و این چیزا میشه و نمونه‌های خیلی زیادی رو میبینیم که اون فیلدی که میخواستن، علاقه داشتن، سالهای سال تایم گذاشتن و رسیدن به اون چیزی که میخوان بدون اینکه حالا مثلا دانشگاه رفته باشن یا مثلا مدرک آنچنانی داشته باشن. الان هم که خب به لطف فضای مجازی و یه سری درآمدهای تولید محتوا و اینجور چیزا خیلی ها میرن سمت این چیزا. حالا نمیخوام بگم خوبه یا بده، اصلا کاری به اینش ندارم، چون اینم بده که هدفمون هی فقط بخوایم تولید محتوا کنیم، بخوایم مثلا هیچ کار بزرگی دیگه ای تو زندگیمون انجام ندیم. متوجه چی میگم؟ یعنی سقف چیزی که از خودمون انتظار داریم بشه تولید محتوا. اینم به نظرم جالب نیست واقعا. ولی کلا حرفم اینه که الان خیلی مشخصه که درس واقعا خیلی ارزش نداره. استیو هم اینجوری فکر میکرده، خیلی حال نمیکرده با درس و دانشگاه اینجور چیزا. و اینکه حالا یه نکته جالبی بهتون بگم قبل از اینکه اصلا بحث دانشگاه استیو بشه، خیلی برای من جالب بود اینکه استیو و واز هر دوتاشون برای اینکه پول در بیارن یه دوره از زندگی حدس میزنید که چه کاری کردن. من الان بهتون بگم شاید پراتون بریزه. رفتن تو کار این لباس کاستام لباس کاستام میپوشی، بعد میری اونجا واسه بچه ها ادا اینا در میاری، اونا میان مثلا یه پولی چیزی بهت میدن، یا البته پول که نمیدن، نه بیشتر جنبه تبلیغاتی و سرگرمی داره. البته خب یه موقع بحث چیز نیست و فکر نکنید دارم زیر سوال میبرم این کارو، ولی یه همچین کاری کردن برای اینکه پول در بیارن. اینو واقعا کدوممون فکرشو میکردیم؟ یه مدت تو این کار بودن که پول در بیارن و پولم در آوردن. و استیو جابز با این پول، حالا نکته عجیب اینجاست، با همین پول رفته ماشین خریده. بابا یعنی من نمیدونم چی بگم دیگه. ما اینجا صبح تا شب داریم میدویم، خرج خودمونم به زور داریم در میاریم. با کار کاستام یه مدت رفته، بعد تونسته اولین اتومبیلشو بخره. خب بریم سراغ بحث دانشگاهش که داشتم میگفتم. استیو خودش میگه که من به جای دانشگاه میخوام کلا برم نیویورک، اصلا من نمیخوام دانشگاه باشم. شما چرا انقدر گیر میدید به من؟ به پدر مادرش میگه. و خب توی اپیزود قبلی اینو گفتیم که اون مادر اولی، مادر اصلی که میخواسته در واقع استیو بده به پدر مادر جدید، یه شرطی گذاشته، گفته بچه من حتما باید بره دانشگاه، حتما باید جزء تحصیل کرده ها باشه. اگه شما قبول میکنید خب اون موقع به فرزند قبولش کنید. و خب این پدر مادرش هم، پدر مادر جدیده، اینا هم این شرط رو قبول کردن و بسیار هم آدم های متعهدی بودن. یعنی از همون اول استیو یه حسابی داشته، اینا کار میکردن، پول میرختن تو حسابمون، به خاطر اینکه زمانی که بزرگ میشه پول تدریسش، پول درس خوندن و این چیزاش توی دانشگاه در واقع جور بشه و این حرفا. ولی خب استیو جابز اینجا میاد میگه من به جای دانشگاه میخوام برم مثلا نیویورک، اصلا کاری ندارم با دانشگاه این چیزا. ولی حالا انقدر دیگه تو سر و کله هم میزنن با پدر مادرش که در نهایت جابز میگه که من فقط توی دانشگاه رید ثبت نام میکنم، نه جای دیگه. دانشگاهی که توی شهر پورتلند هستش و علتش هم که جابز اصرار داشته و علاقه داشته که این دانشگاه انگار یه دانشگاهی بوده که از همون اول بیشتر هنری بوده، سمت هنر بوده، به هنر بها میداده تا اینکه بخواد مثلا فقط به درس‌های مزخرف و تکراری و این چیزا تکیه داشته باشن. به خاطر همین جابز هم گفتم من فقط سراغ این دانشگاه میرم که خب این دانشگاه هم دیگه بچهای لاکچری و اینا میرفتن این دانشگاه و وضع زندگی که
خانواده استیو جابز داشتن اصلا نمیخورده به این دانشگاه و پدر مادرش هم گفتن که ما واقعا بیش از این توان مالی نداریم که بخوایم تو رو بفرستیم به این دانشگاه. به هر حال استیو جابز میگه یا من میرم این دانشگاه یا اصلا نمیرم دانشگاه. به خاطر همین دیگه هر جوری بوده پدرش بیچاره کار میکنه و پول دانشگاهشو جور میکنه و اینکه استیو میفرستن به این دانشگاه. استیو زمانی که میره دانشگاه رید، از رفتن به کلاس های اجباری خودداری میکنه و میره به سمت کلاس هایی که دلخواهش هستن. مدیر دانشگاه یه حرف جالبی رو در مورد استیو میزنه، میگه اون هرگز واقعیاتی را که به گونه خودکار پذیرفته میشده توی اجتماع قبول نمی کرده. یعنی اینکه مثلا همه باید برن دانشگاه پس منم برم. نه، استیو جابز اینجوری نبوده که بگه منم حتما باید این کارو بکنم چون بقیه میکنن. اصلا اون اولش میگفته من نمیخوام برم دانشگاه. وقتی هم رفته حتی کلاس های اجباری و زوری و درس های چرت و پرتو نمیرفته و همیشه میرفته به سمت چیزایی که علاقه داشته. مثلا یه چیزی که خیلی علاقه داشته کلاس خط بوده. استیو جابز توی همون دانشگاه رید به کلاس خط میره و طبق گفته خودش میگه من خیلی چیزها در مورد خط و حروف چاپی و اینجور چیزها آموختم و خیلی خیلی علاقه‌مند شده بوده. حالا یه صحبت خیلی جالب. استیو جابز ببین چه چیز باحالی گفته. خیلی اینم جزء نکته‌هایی که خیلی جای فکر داره به نظرم. میگه که اگه من توی این کلاس‌های خاص شرکت نکرده بودم، مک هرگز دارای قلم‌های گوناگون نمیشد. همون فونتی که دیگه خودمون میشناسیم که چیه. و از اونجایی که ویندوزم یه نسخه بدل مک بود، به احتمال زیاد هیچ کامپیوتر شخصی آنها رو نمی داشت. خیلی نکته جالبیه. یعنی رفته دنبال علاقش توی دانشگاه، یه کلاس خط دیده، اونجا به خاطر علاقه‌ای که به خط داشته یک جرقه‌ای توی ذهنش زده شده. یعنی این ایده خوابیده یه گوشه ذهنش و اون قسمتی که داشته روی مک کار میکرده، اون روزی که قرار بوده مکو بده، یهو این استعداده اونجا اومده بیرون که خب الان این به دردم میخوره. چقدر باحال میشه که مک فونتای مختلف داشته باشه. و خب به نظرم این خیلی اتفاق جالبی بوده. و اینکه کلا اصلا استیو جابز زندگی هیپیواری داشته. در مورد اینکه حالا هیپی چیه و این چیزا بذارین دیگه توی قسمت بعدی صحبت کنیم مفصل، چون بیشتر ربط داره به قسمت بعدیش. خب تا قسمت بعدی که واقعا میتونم بگم جذابتر از این قسمت حتی خواهد بود، تو رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی خوشحالم میکنی اگه لینک پادکست رو با دوستات به اشتراک بذاری. و اینکه همین دیگه، خدافظ. هر روز بد می آوردم ولی سه هیچ بدی آوردم. قوی و محکم روش کردم. وقتی گوش کردم به موجای منفی و دشمنم، رفتم جلو پشت سر هم. میخوای بدونی که آدمای منفی آرزوی منو کشتن؟ نه، 100 بار زمینم خوردم ولی پشت شدم قوی و محکم. جدی گرفتم مسیر رو خودم، پر آدمای سطحی دورم. من با اونا فرق میکنم، کارمندی و بد میدونم. قصه اومده بهتری گله نکنم، قم اومده بگذره بره. بگذره بره